جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه پیام‌های قرآنی، خدمت همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. اولین پیامی که در این برنامه از پیام‌های قرآنی اشاره می شود به این آیه مبارکه سوره بقره، آیه 83 که الله تعالی می فرماید: و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی سخن بگویید. الله سبحانه و تعالی در قرآن، در این کلام حمید و مجید، میخواهد انسانها را متوجه بسازه به این که شما وقتی حرف میزنید، سخن میگویید، به نیکی حرف بزنید، به زیبایی حرف بزنید. انسان فطرتاً نیکی را دوست داره، حرف نیکو، سخن نیکو. پس این کلام پروردگار، این قرآن، این پیامر داره که و قولوا للناس حسنا. شما وقتی سر و کار دارید با طوائف مختلف، با گروه های مختلف، شما تعامل شما باید با دیگران چگونه باشه؟ کلام پروردگار عالم چنین میفرماید: و قولوا للناس حسنا. شما سخن زیبا باشه، سخن نیکو باشه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی روی این پیام تاکید داره. حتی در سوره اسراء آیه 53 الله سبحانه و تعالی میفرماید: و قل لعبادی یقولوا التي هی احسن. سخن باید سخن نیکو باشه. الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیه 46 میفرماید: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. حتی با اهل کتاب شما وقتی گفتگو میکنید، با آنها حرف میزنید و سخن میگویید، باید که با وجه احسن باشه. پس این قاعده و این پیام در ذهن و فکر هر انسان مؤمن و مسلمان باشه که و قولوا للناس حسنا. با هر کس برابر میشوید، با او حرف میزنید، سخن نیکو داشته باشید. الله تعالی در آیات زیادی پیرامون تعامل با دیگران را به ما یاد میدهد. یعنی میتوانیم بگوییم تفسیر این آیه مبارکه را مینماید. الله تعالی تعامل، برخورد و سخن گفتن با دیگران چگونه برای ما بیان میکنه. یعنی اول تعامل ما با ذات اقدس الهی، اللهی که به ما همه نعمت را داده، ما با او چگونه تعاملی داشته باشیم. واعبدوا الله ولا تشرکوا. تعامل با الله اینه که خدا را عبادت کن و به الله شریک قرار نده، شریک نساز. تعامل ما با مسلمان چگونه باید باشه؟ و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. هنگامی که
با برادر مسلمان خود روبرو می شوید او را سلام بکن به وجه احسن و اگر شما را سلام کرد جواب بهتر و بهترتری برایش بدهید. تعامل با مسلمان، وقتی برای شما گفت السلام علیکم شما بگویید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یعنی جواب بهترتر، جواب احسنتر، جواب احسن. وقتی ما میخوایم صیغه افعل التفضیل رو به کار ببریم در لغت فارسی میگیم خوب، خوبتر. وقتی برای شما جواب حسن، سوال حسن کرد یا سلام حسن کرد، شما جواب احسن بدهید. این تعامل مسلمان با مسلمان هست. تعامل با اهل کتاب گفتیم که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. تعامل با والدین که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه اول واعبدوا الله ولا تشركوا. تعامل با الله اینه که شما با الله شریک قرار ندهید. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر به نیکی رفتار کنید، به نیکی حرف بزنید. حتی این دیگه میفرمایه ولا تقل لهما اف. شما لفظ اف را به والدین نیاورید. این آیه و این پیام و قولوا للناس حسنا تحت للناس همه شامل می شود. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. سخن شما با اقارب و خویشاوندان، تعامل شما با ایتام، تعامل شما با فقرا و مساکین، تعامل شما با همسایگان، تعامل شما با رفیق راه که همراه شما هست، همه اینها الله چی میگه؟ احسانا، شما نیکی داشته باشید. پس این پیام همیشه در ذهن و فکر ما باشه که وقولوا للناس حسنا، شما با مردمان به نیکی سخن بگویید. برادر مسلمان را وقتی میبینید با اخلاق نیکو، وقتی همسایه رو میبینید، وقتی رفیق راه شما هست، همسایه دوکان شما هست، در کنار شما در صنف و در مکتب و در مدرسه و در پوهنتون در کنار شما قرار داره، شما متوجه باشید که وقولوا للناس حسنا، سخن شما سخن نیک باشه، سخنی نباشه که کسی را برنجانه، سخنی نباشه که کسی را قلبش را بشکنه، سخنی نباشه که دیگران را آزرده کنه، سخنی باشه که وقولوا للناس حسنا. اما این که وقتی میگیم مسئله بیان حق و مسئله او بحث جدا هست، اما باید با دیگران تعامل ما با او افراد و اشخاصی که در دنیا دشمنی با اسلام و قرآن ندارن، ولو که با یک کافر هم روبرو میشوید، شما سخن نیک داشته باشید. الله سبحانه و تعالی تعامل نسبت به اقشار مختلف و رسول صلی الله علیه و سلم با ما بیان کردن. حتی تعامل با اولاد، ابن عباس می فرماید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن، یا سخن از ابن عباس، اکرموا اولادکم و احسنوا ادبهم، شما اکرام کنید اولادهای خود را، با اولاد خود سخن نیک بگویید، اونا را نیکو تربیت کنید و ادب کنید. مسئله تعامل بین زن و شوهر، و عاشروهن بالمعروف، باید بین زن و شوهر سخنان نیک باشه، سخنان زیبا باشه، سخنان ارزنده باشه، سخنان محبت باشه. تعامل با زیر دستان، با زیر دستان خو حرف نیک بزن، سخن نیکو بگو. انس رضی الله عنه میگوید که 10 سال در خدمت رسول صلی الله علیه و سلم بودم، فما قال لی اف
برای من حتی لفظ اف را به کار نبرد، همیشه سخن نیک میگفت. خلاصه تعامل با فقرا و مساکین. و اما السائل فلا تنهر، قول معروف خیر من صدقه یتبع عذا. از این که کسی صدقه بدهد و فقیر و مسکین را اذیت کنه، سخن نیک خیلی بهترتره، سخن نیک خیلی با ارزش تره. این پیام باید در زندگی ما و سرمشق زندگی ما باشه که وقولوا للناس حسنا، سخن نیک بگویید، سخن شایسته داشته باشید. چرا امروز ما وقتی با برادر مسلمان خود روبرو می شویم پیشانی ما گرفته باشه؟ چرا ما امروز وقتی با یک فقیر و مسکین روبرو میشیم پیشانی ما گرفته باشه و با او سخن نیک نداشته باشیم؟ پس الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده ما را تشویق میکنه به این که ما باید سخن ما نیک باشه. تو کسی که در دکان نشسته هستی، وقتی مشتری میآیه با او تعامل نیک داشته باش، با او سخن نیک داشته باش. نه به خاطر اینکه مشتری توست میآیه از تو چیزی خریداری میکنه، به خاطر الله سبحانه و تعالی، به خاطر اینکه این پیام قرآن هست. اخلاق ما اخلاق نیکو باشه چون ما در مکتب قرآن تربیه شدیم. سخن ما سخن نیکو باشه چون ما میگیم امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم و رسول الله کسی بود که و انک لعلی خلق عظیم. چرا سخن نیکو داری؟ چون تو تربیت شده قرآن هستی. پس این پیام از پیام هاییه که باید همیشه و همیشه در زندگی ما، همیشه این را در زندگی خود باید ما تطبیق بدیم که وقولوا للناس حسنا. باید با دیگران سخن نیک داشته باشیم، باید با دیگران اخلاق نیکو داشته باشیم. وقتی حرف میزنیم، حرف زدن ما با مسلمان با غیر مسلمان چنان سخنی باشه که او شیفته اخلاق ما بشه، او بدانه و بفهمه که تو تربیت یافته مکتب قرآن هستی. سخن گفتن ما باید چنان باشه که الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده. پس وقولوا للناس حسنا، این آیه تعامل زندگی را، تعامل برخورد را نسبت به دیگران، تعامل ما با فقرا و مستضعفین، تعامل ما با ایتام، تعامل ما با همسایگان، تعامل ما با دوستان و آشنایان، تعامل ما با اهل کتاب. پس تعامل بین زوجین، بین زن و شوهر، تعامل با اولاد، همه اینها را شامل میشه که وقولوا للناس حسنا. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بدهد که همیشه سخن نیکو و اخلاق نیکو داشته باشیم و این پیام را در ذهن خود داشته باشیم که این پیام قرآن هست که وقولوا للناس حسنا، با مردمان سخن نیکو داشته باشید. تا برنامه بعد شما را به خدای یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
بحر البيان وعذبه وجماله إعجازه وحروفه